بسیار زیاد تشکر میکنم از جناب دکتر صاحب رفعت. واقعا یک دید خوشبینانه نسبت به روند صلح داشتن. مسئله دیگه که به روند صلح به عنوان یک روند دراز مدت نگاه کردن، روندی که به زودی ما نمیتونیم منتظر نتیجه از این باشیم و تعدد دیدگاه ها، تاکتیک ها، برنامه ها و مکانیزم ها را از دید مثبت بررسی کردن. واقعا تشکر میکنم از اینا و میخوام اذعان بکنم که هرگاه ما بتانیم از دید افغانی و از عینک افغانی به مسئله صلح و مصالحه و مسائل سیاسی افغانستان نگاه بکنیم، واقعا در طرح پالیسی های خود موفق خواهیم بود. در این قسمت خواهش میکنم از جناب آقای احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ما، تا روی مسئله نقش کشورهای منطقه و واقعا بعد منطقوی صلح بحث بکنن، چون باور همه ما و شما این هست تا زمانی که منطقه به این نتیجه نرسه که در افغانستان صلح باید مستقر بشه، ما با اون صلح باثبات و پایدار نخواهیم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که حق نامیوست. جا دارد از همه اولتر از دخت فرزانه کشورم ناهید فرید، آقای ببرک عثمان، آقای پارسا و سایر دستاندرکارانی که همچون محفلی با ارزشی که روی صلح گپ میزند، نه روی جنگ، روی برادری و برابری صحبت می شود، نه روی خشونت و بی‌انصافی، حرفی برای گفتن داشته باشم. اما صحبت کردن در این محفل شخصا به من خیلی دشوار است. بزرگوارانی که در اینجا تشریف دارند همه بزرگوار هستند و گلهای سرسبد کشور ما هستند. اجازه بدین بسیار طور مختصر نامی را عده‌ای را یاد کنم. آقای شهید تشریف دارند، دانشمند فرزانه ما آقای فسیحی تشریف دارند، آقای مجددی، آقای مرتضی‌زاده، جناب دکتر سید فرید، آقای رحیمی، آقای خطیبی و همچنین وکلا و سناتوران معزز، خانم توصی، خانم جامی و دوستان دیگری که باید به فردشان من احترام کنم. صحبت کردن در حضور همچون فرزانه هایی به من خیلی گرنگی میکنه. دقیقه شما تمام شد. ببینید ما روی صلح صحبت میکنیم. آدمی میگوید که اگر ما وقتی ما به پایان زندگی میرسیم که در مقابل استبداد و بی‌عدالتی ها ساکت بمانیم، یعنی زندگی معمول از خط شده. اما اون چه که من امروز میخوام صحبت کنم، صحبت خیلی ارمانی نخواهد بود. کوشش میکنم که حداقل اگر 100% حقیقت نباشه نزدیکی به حقیقت داشته باشه. این صلح نمیتوان سرنوشت ملت یا به طرف سعادت رقم، اما فراموش نشید صلح جاده یک طرفه نیست. باید در نهای صلح چیزی داد به چیزی گرفت. آنانی که صلح را جاده یک طرفه فکر میکنند به باور من در راه درستی قدم نمیتونند. شما شنیدید چند روز یک تعداد از احزاب در پاریس مذاکراتی داشتن با طالبان گفتن قانون اساسی تغییر کنه، قانون انتخابات تغییر کنه، ولی کسی نبود اونا حکومت افغانستان پرسان کنه که شما که این امتیاز و گذشت از حکومت میخواید، شما در برای چی میکنید؟ انتحار بند میکنید؟ نه. کشتن بند میکنید؟ نه. جنگ خاموش میکنید؟ نه. برای ما مشکل ما در افغانستان چی هستی؟ در حال حاضر ما کسانی که در صلح صحبت میکنیم، صلح در افغانستان هم از طرف حاکمیت و از طرف بعضی نهادها هنوز یک پروژه است، یک پروسه نیست. تا صلح در افغانستان یک پروسه نشه، شما ارمانی به دست رسیدن چه ندارید. واقعیت جمعی است که مشخصتر حال میارم وظیفه که من دادن روی دو همسایه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. یک میخوام اولا درباره جمهوری اسلامی ایران گفت دارم که ایران از صلح چی نفعی داره و ما چی مشترکایی داریم ضرر میشه. بدون شک ما با جمهوری اسلامی ایران مشترک
دینی، مذهبی، زبانی و باورهای فرهنگی داره. در حد نداره. در مورد پاکستان شما بگید پاکستان جمهوری اسلامی پاکستان یک کشور فدرالی هست با امکاناتی که کویت است، بلوچستان است، لاهور است، کراچی هست و پشاور است. محترم جناب آقای احمد زیدی تشکر میکنه واقعا به مسائل بسیار اساسی در مورد صلح منطقوی پرداختن، مخصوصا اینکه نگرانی ابراز کردن از اینکه مبادا افغانستان ابزار کشورها بین قدرت‌ها باشه و همچنین در قسمت مسئله نقش کشورها